تا کی میخوای ناشتا آمپرازول بخوری؟ سوزش سر دل داری؟ معده ترش میکنه؟ تا کی فاموتیدین؟ تا کی راینیتیدین؟ تا کی پنتاپرازول؟ میخوام درمان سنتیشو بهت بگم. اگه پوستو ذخیره نکنی گمم میکنی. قبل غذا یکم نمک آبیشم بخور تا معده‌تو گرم کنه، فعال میکنه، اون سنگینی و رطوبت معده میگیره و معدت آماده برای هضم غذا میشه. این ویدیو رو لایک کن و بفرست برای اونایی که ناراحت معده دارن. خیلیا کامنت گذاشتن گفتن نمیدونیم چرا کف پاهامون درد میکنه، علتش چیه؟ یا اون اشتباه فکر میکردیم که درد کف پامون ربطی به جای دیگه از بدنمون نداره، اما غلیظت خون میتونه درد کف پا ایجاد کنه. تجمع سودا و اخلاط منفی در کف پا